سلام بر دوستان کانال فلقاس، خوش آمدید به این ویدیو. ما در این ویدیو اومدیم که آموزش نصب سانیز رو بذاریم. خب الان همونطور که میبینید من اینجا سانیز رو دارم و اگه برم تو مثلا بالا میاریم. حالا یه برنامه خاص دیگه هم داریم ما این برنامه هستش، سانیز هم داریم. خب اگه لایک های این ویدیو به 30 تا یا 40 تا لایک برسه یا هم 100 تا، خب من میرم و آموزش رو براتون میذارم. و حالا مثلا برای مثال وارد این مثلا برنامه میشیم، این یکی میشیم بعد از این برنامه مثلا اینجوریه که این برنامه توش گیم خاصی مثلا GTA San Andreas یا مثلا GTA 5 اینا، مثلا من مثلا روی قسمت هم میزنم این یا هم این فرقی نکرد. مثلا من وسطی هم میزنم، وسطی اصلش میتونید کل بازی رو داشته باشید. به دوستان پولی هم نیست، لازم نیست که پول بدیم بخاطرش. مثلا این رو تیم رایگان بازی کنیم که مثلا این چیزای دیگه، مثلا این گوشم یه چند تا چیز داره که مثلا رو دو فوی بزنیم بیایم توی این قسمت میتونیم سراندرز رو بازی کنیم یا مثلا این رو بازی کنیم، میزه 5 بازی کنیم. خلاصه لایک های این ویدیو اگه به 40 تا برسه یا 50 تا برسه یا 100 تا فرق نکرد، اگه برسه من آموزشش رو بیزارم و همشون نصب میکنم.